خب بریم برای گزارش دومین رده‌بندی امروز برای ایران، جایی که ابوالفضل زاره روبروی ارکینوف از ازبکستان قرار میگیره. راجع به قومن ارکینوف صحبت کردیم، اونم کشتیگیر سختیه، کشتیگیری نیست که راحت بتونیم شکستش بدیم. اونور زاره همه میدونیم یه اتفاق تلخ 7 روز پیش در زندگیش رخ داد، پدرش رو از دست داد، ولی به هر حال فدراسیون مراقبت کرد از این استعداد که بتونه برسه به این رقابت ها و حالا امیدواریم که مدال برنز برای ما به دست بیاره ابوالفضل زاره. خیلی اوضاع رده‌بندی تیممون جالب نیست، انشالله که با این برد همه چیز رو عوض میکنیم. دو کشتیگیر کار میکنن، دو کشتیگیر فیزیکی، دو کشتیگیر قدرتمند. ببینیم اخطار رو به کی میدن. من به نظرم اخطار رو باید به کشتیگیر ازبکستانی بدن. یادمون نره تو جدول مدالا خیلی رقابت نزدیکی داریم. خب اخطار برای زاره در نظر گرفته میشه. خودشم متعجبه، واقعا منم میپذیرم که زاره داشت بیشتر حمله میکرد، ولی به حال نباید تمرکزمون رو این چیزا بذاریم. باید بریم برای کشتی پرقدرت کشتی بگیریم. ما اگه این جدال رو از دست بدیم دیگه رسیدن اون به ازبکستان در جدول مدالا خیلی سخت میشه. امیدوارم که این اتفاق نیفته. حالا ارکینوف در خاک ابوالفضل زاره رو در اختیار داره. ابوالفضل به خاک چسبیده، محکم و استوار هم چسبیده و باید بمونه همینجا. میتونی سرپا اعلام کنی داور مسابقه. حالا میره برای بارانداز و باراندازش هم اجرا میکنه. 2 امتیاز. دوباره ابوالفضل رو میکنه. بارانداز بعدی. بچهای ما کجان؟ بچهای ما چی کار دارن میکنن؟ باید بیدار شن از این خواب که چه عرض کنم، بیشتر کابوس شده برامون. اون یکی مسابقه رو بدجوری باختیم، این یکی هم 5 عقبیم. ابوالفضل 2 بار بارانداز شد. البته که داور میتونست یکم زودتر سرپا بده کشتی رو، ولی این بهانه ها رو واقعا نباید بیاریم دیگه، یعنی خودمون نباید بپذیریم. کشتی ادامه داره، زندگی هم ادامه داره. ببینیم چه اتفاقی میفته در این 20 ثانیه پایانی وقت اول. ابوالفضل روبروی ارکینوف، همایون ارکینوف. ابوالفضل تلاش میکنه حریف رو به عقب هل بده، اما موفق نبوده، کاری نکرده در این 2 دقیقه. تلاشش برای رسیدن به کمر هم بی ثمره دیگه. نباید بیشتر از این تایم تلاش کنه، وقت تموم خواهد شد. اینو باید مربی‌ها بگن دیگه به بچه‌ها، مثلا 5 ثانیه وقتی مونده واقعا اینجوری انرژی سوزوندن نمیدونم آیا فایده ای هم خواهد داشت یا نه. 5-0 اوضاع خوبی نداریم، خیلی امیدوار کننده امروز شروع نکردیم. اگه بتونیم این مسابقه رو ببریم، اگه بتونیم ازبکستان رو ببریم، شاید حتی بتونیم به قهرمانی تیمی در جهان برسیم. ولی اگه شکست بخوریم خیلی بعیده این اتفاق بیفته، خیلی سخت میتونه این اتفاق بیفته. ببینیم چی کار میکنه این تیم. ببینیم ابوالفضل زاره الان دیگه فقط برای خودش کشتی نمیگیره، برای ایران، برای مردم و برای تیم ملی داره کشتی میگیره. چه رقابت سختی، چه رقابت نفسگیری رو داریم میگذرونیم. ارکینوف تو این رقابت ها به نظرف آذربایجانی فقط باخته. نفر 3 رقابت های قهرمانی آسیا سال 2025 شده. اینجا هم داره برنز میگیره، قرارداد داره با مدال برنز. به حال 30 ثانیه دیگه هم گذشت. محسن سوریان اخطار میخواد، اتفاق هم میفته، ولی نمیدونم واقعا این فریادی که زد اخطار رو قرار کمکی به ما بکنه یا نه. همه چیز به باراندازهای احتمالی بستگی داره. امیدواریم ابوالفضل زاره گوش بده به حرف ما، بره برای باراندازا رو بزنه، 2 تا هم بزنه و حداقل کارو به تساوی بکشونه. باراندازو بزن ابوالفضل، باراندازو بزن و خودتو، تیم و ما رو نجات بده، ما رو از شکست دور کن و ایرانو تو جدول رده‌بندی تیمی احیا کن. میره برای بارانداز ابوالفضل زاره، بارانداز اول. آیا 2 امتیاز رو میدن؟ بله. 5-3 شده نتیجه. یکی دیگه
ابوالفضل زاره میره برای ورانداز بعدی. آیا میتونه به اجرا بذاره؟ حریفو کنده از تشک. داور فرصت بده به ما، داور به ما فرصت بده. نه این حرکت حالا میره بالا به پل بزنه، حریفو میره بالا به پل بزنه. 4 امتیاز. فوق‌العاده برگشت به کشتی، فوق‌العاده برگشت به کشتی و همه چیزو عوض کرد. این مدال برنز حق ماست، حق ابوالفضل زاره و مطمئنا روح پدر عزیزش هم شاد خواهد شد. 7 امتیاز، 7 امتیاز و حالا نمیدونم آیا مصدومیتی به وجود اومده برای ابوالفضل. امیدواریم که این اتفاق نیفتاده باشه. خیلی تلخه، خیلی تلخه ما اگه این مسابقه رو به خاطر مصدومیت از دست بدیم. یادمون نره خیلی از کشتیگیرامون با وجود مصدومیت حتی یه درخشانی گرفتن. نمونهش امیرعلی آذرپیرا که تو جدال با کایل اسنایدر ربات پاره تونست برنده بشه. حالا کادر فنی ازبک‌ها رو ببینید چه اعتراضی میکنن به مصدومیت ابوالفضل. مدام دارن اونجا سر و صدا راه میندازن. کادر پزشکی هم خیلی اوضاع جالبی رو نمیسازه برای کشتیگیر ما. به حال شناختی که ما از ابوالفضل زاره داریم واقعا کشتیگیری نیست که بخواد جریان بازی رو متوقف کنه و مصدومیت ساختگی داشته باشه. 7-5 ایران، 7-5 ابوالفضل زاره. اوضاع خوب داره جلو میره. امیدواریم به این کشتیگیر دلاور، امیدواریم به کشتی‌های باقی مونده، امیدواریم. حالا 20 ثانیه تا سومین برنز ما. باید مقاومت کنه ابوالفضل، نباید امتیاز بده. عجب کشتی بوده واقعا. 12 امتیاز رد و بدل شده و این در فرنگی اتفاق بسیار ارزشمندیه. ابوالفضل باید ببره این کشتی رو، باید ببره ابوالفضل این کشتی رو و بله ابوالفضل زاره موفق میشه این کشتی رو به نفع خودش تموم کنه. تبریک میگیم بیشتر از همه به خانواده‌اش، خانواده‌ای که لحظه های سختی رو داشتن، روزای سختی رو سپری کردن و پدری که مطمئنیم از دور و نزدیک تماشا کرده این درخشش پسرش رو، شجاعت پسرش رو. باید تبریک گفت این خانواده.